شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در تویها و در نوروزی ها گلبزم میگویند. حالا این درست است یا نه؟ گپ های بیشتر میگویند. دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنند. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگیم مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود؟ از کجا درست است؟ کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنیم که خدای شما میگد این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند. برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. نزدیک برای ادای نماز جمعه حاضر شدین، همه شما را اولا خوش آمدید میگوییم و یک جایه با شما دعا میکنیم، دعایی را که حضرت مولوی میگوید به مسجد آمدی آن شاه ابرار، به مسجد آمدی آن شاه ابرار، براهش می فکندند دشمنان خار. از روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد کشاده کرد، داخل مسجد یک مکتب انسان پروری ساخت. وقتی که به سوی این مکتب می آمد، به سوی این مسجد می آمد، دشمنهای اسلام مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، مثل زنهای این بدبخت ها در راه پیغمبر خدا خار می پرتافتند و چه آزارهای برای آمدن اونها به مسجد آماده می کردند. امروز الحمدلله که اگر این ابو جهلا و این دشمنها هم اگر وجود داشته باشند، شکر الهی که امروز پوشیده هستند، آشکارا و ما خلل زلالشان البته رساندن نمیتواند. به خاطر دعا میکنیم که پروردگارا این مسجدی که امروز دروازه این کشاده هست، خدایا ای را کشاده نگه بدار. خدای مهربان بعد کشاده داشتن درهای مسجد، داخل این مسجدها را از محبان مسجد، از محبان خداوند و پیغمبر او و قرآن او پر بساز. خدای مهربان در دل همه ما بندگانت محبت خودت، اسلامت، قرآنت جایگیر بساز. فرزندهای ما را خدایا به سوی مکتب الرحمن علم القرآن هدایت بفرمای. هر مراد، مطلوب، مقصودهایی که در دل این بندگانت است، خدایا بنده پرور هستی، بنده را نوازش میکنی، خدایا برآورده خیر بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق فانت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. عن ابو هريرة رضي الله عنه قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجته. رواه مسلم. ابو هریره عاشق رسول اکرم حدیث از پیغمبر خدا بر ما و شما می رساند. ابو هریره را شما می شناسین. ابو هریره همان کسی هست که ابن جوزی در کتاب خودش میگد
5374 حدیث از یاد میدانست. بهترین راوی هست. همه راویای حدیث ابو هریره دیده از آنها زیادتر حدیث روایت کردگی هست. حضرت میگد بار محافظه من ضعیف شد، از یاد کردن حدیث های پیغمبر برای من مشکل می آمد. به رسول اکرم مراجعت کردم، پیغمبر خدا قابلیت محافظه من ضعیف شده است، چیکار کنم؟ میگه رسول اکرم گفت رویمال سرت در بالای زمین پهن کن. میگه رویمال سرم در بالای زمین پهن کردم، به دست مبارک چی نقشه کشید یا چی حرف نویسان، گفت ابو هریره بالای سر کن. بالای سر کردم، چنان دیگر شدم که اگر یک مجلس ساعت گپ میزد همه حرفای رسول اکرم حفظ میکردم، از یاد میکردم. حضرت میگفت اگر شبی که من 12,000 بار سبحان الله نمیگفتم، خواب اون شب برای من حرام بود. یک رشته داشت، میگه حضرت 1000 گره در آن رشته بافتگی بود. 12,000 بار حضرت میگفت سبحان الله، پاک هستی تو ای خدای بزرگ ما. اینا میگفت حضرت سر در بالش میگذاشت. همین حضرت چی گفتن؟ گفتن رسول اکرم شنیدم که میگفت که هر کسی که اگر در خاندانش طهارت کند، سر و بدن خود بشوید، امروز الحمدلله که آب گرم هست، صابون هست، خوشبویی در ما و شما هست، بیرون مسجد خوشبویی هست. هر کسی که در خاندان بدنش میشود، لباس هایی که بوی عرق بدن میکند، لباس هایی که چرک است، آنها را یک جانب میگذارد یا آنها را تازه میشود، بی بوی میسازد و در بدن خود میگیرد و قدم زنان به سوی مسجد میآید. رسول الله گفتند که 2 مکافات خدا برای او انسان عطا میکند. این مکافات چی هست؟ تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. اگر همه انسانی که طهارت کرد، بدن خودش شست، لباسها را پاکیزه کرد، جورابهایی که بو میکرد بیرون پرتافت، داخل مسجد شد، لیقضی فریضة من فرائض الله، به مقصد چی آمد؟ به مقصد آن آمد که نماز جمعه که فرض الهی است، فرمان خداوندی است، تا که از گردن خود ساقط کنم. به همین مقصد آمده باشد. مقصدش برای وقت گذرانی، مقصدش برای شرم همسایه، مقصدش برای یک سخنی مسجد بر یگان جای دیگر بردن نه، فقط برای ادا کردن نماز جمعه اگر آمده باشد. رسول اکرم گفت بر همان امت من مکافات خبر بتین، تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. قدم اولش ده تمام خطایی که در عمر کردگی است خداوند همش کوره می سازد. دویم قدمی که به سوی مسجد میگذارد درجاتی او را در جنت خدا بلند می سازد. خوش به حال و بندگانی که این شرط شرایطی که در حدیث بر ما خبر دادگی است با همین مقصد بر مسجد ما می آید. این مسجد ما نیست، مسجد همه ما و شماست. این مسجد همه مسلمان هاست. این مسجد نامش است، لکن این داخل چنان تربیه میکند که مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علی شیران خدا را تربیه میکند. الحمدلله که امروز ما و شما اگرچه ما یک بنده نالایق، اگرچه ما یک بنده روسیا هم باشیم، لیکن امروز در اطراف خود یک چند نفری را جمع کردیم و از صحبت خداوند و پیغمبر او به سمع شما میرسونیم. این ماه ربیع الاول است. ماهی هست که بهترین موجودات و بهترین مخلوق الهی رسول اکرم شفاعت کننده کل امت در قیامت به اذن الهی به دنیا آمده است.
روز چهارشنبه اول ابتدای این ماه بود. البته این ماه را همه ما و شما باید دوست بداریم به خاطر آنی که سرور ما و شما، شفاعت کننده ما و شما در این ماه به دنیا آمدند. حضرت بایزید بسطامی میگوید، چی میگوید؟ میگوید چونین فرمود روز پیر بسطام، ز اسرار حقایق آن نکونام. یک روز میگد این بایزید بسطامی چونین یک سخن شیرین را، چونین یک اسرار پیشینیا را بر ما و شما حضرت خبر داد. بایزید بسطامی را هم میخواهم به شما شناس کنم. حضرت بایزید بسطامی همان شخصی بود که در بسطام، شهر بسطام به دنیا آمده است. این بایزید، حضرت جنیدالله بغدادی چی میگوید؟ میگوید این بایزید در بین ما در قدر و در منزلت مثل آن بود که جبرائیل چگونه که در بین ملائکه ها بود، چگونه که جبرائیل در بین ملائکه قدر و قیمت داشت، این بایزید بسطامی در بین ما همان منزلت و قدر را در بین تمام اولیاها و ولیهای خدا همین مرتبه را صاحب بود. حضرت میگد همین بایزید بسطامی چنان آداب داشتند که وقتی که به مسجد می آمدند میگد حضرت در راه گریه کرده می آمدند و چنان یک آداب داشتند که به مقصد مسجد که می آمدند در راه توف نمی کردند. تا این اندازه حضرت میگد بی نهایت آداب خیلی بلندی داشتند. بار میگد نزد مسجد آمد که شاگرداش شکایت میکند، ساعتها میگه گریه میکرد پیش از داخل شدن مسجد. وقتی از اون میپرسیدند بایزید سبب گریه چیست؟ میگفت حضرت میگفت من خودم را مثل زنی که حایضه است که داخل شدن مسجد برای او گناه است و سبب ناپاک شدن مسجد می شود، خودم را مثل همون زن حایضه حس می کنم. بیرون مسجد می ایستم، از بس که من که بنده گناهگار هستم، بنده خطاکار هستم، در تصورات من، در فکر من این حکمت میگذرد که وقتی که من داخل مسجد می شوم، من آدم گناهگار، مسجد یک موضع پاک است، شاید که این مسجد، این موضع پاک از من آدم معصیت آلود، از من آدم گناهگار شاید که ناپاک شود. چگونه حضرت ها به زمانی که این قدر عبادت ها داشتند، خاک پای بایزید بسطامی از تمامی ما و شما بهتر بود. شبان روزان حضرت ها عبادت داشتند، در وجودشان چنان ترس خدا نشسته بود که شاگردهاش میگد شب بالای بام برآمد همین بایزید بسطامی، تا روز میگد ذکر میکرد، خدا را یادآوری میکرد. وقتی سحر شد بالای بام برآمدیم، نگاه کردیم که بایزید بسطامی در یک کناره بام میگد طهارت شکستگی بود، یعنی پیشاب کرده بود. نگاه کردیم پیشابش کلا همه خون بود. وقتی میگه از او پرسان کردیم بایزید آیا اگر بیمار باشی طبیب حاضر کنیم، این خون از وجود شما بیرون شده است؟ میگه حضرت به جانب ما گشته گفت این درد من طبیب ندارد، این درد من دیگر درد است. بالای بام بودم، گفت به یادم یک خطایی در آوان جوانی کرده بودم، یادم آمد که در جوانی یک خطایی از من گذشته بود و در فکر همان چنان به خدا داده شدم، چنان زاره و تولا کردم که فردا اگر از همان خطایی، از همان گناه اگر خدا مرا راست کند و مرا بپرسد، من بر خدا چی جواب می گفته باشم. از این خاطر گفت پیشاب من بر خون مبدل گشت. ببین
امروز ما و شما ریشای ما و شما مثل کفن سفید است. 20 سال 30 سال پیش گناهایی که کرده میشینیم با او چکار میکنیم، یادآوری میکنیم. چی معیشت داشتیم، چی عرق نوشی داشتیم، چی زیناکاری داشتیم. اون معیشت نبود، اون معصیت بود. این شرمندگی است وقتی که ما و شما گناه را یادآوری میکنیم، تا جایی که در عوض او توبه کنیم، از خدا بترسیم. ما و شما یادآوری میکنیم، بر گناه خود باز فخر میکنیم. فعمل المعصیت بقدر صبرک علی النار. پیغمبر میگه ای امت من، همون قدر گناهی بکن که قوت سوختن را در آتش دوزخ داشته باشی. جد تو آدم بهشتش جای بود. حضرت رومی خدا رحمتش کند میگه بابای شما حضرت آدم روزی که خدا خلقش کرد اولین آدم داخل جنتش کرد. جد تو آدم بهشتش جای بود. قدسیان کردن بهر او سجود. تمام ملائک حضرت آدم در داخل جنت سجده میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. یک گناه کرد در داخل جنت، خدا گفت بر این گندم نزدیک نشو. با وسواس شیطان حضرت آدم به گندم نزدیک شد، خطا کرد، گندم را خورد، در امر الهی تجاوز کرد. خداوند از جنت بیرونش کرد به سبب یک خطایی، یک گناه. رومی چی میگوید به سوی ما و شما؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ تو طمع داری که امروز تا بیگه فقط و فقط در گناه مبتلایی، در یک چاه گناه آلوده هستی، بزم این باز میخواهی که وارد جنت جاویدان شوی؟ جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، جنت جای پاکان است، جنت جای عاشقان الهی هست. همین بایزید بسطامی گفتند که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت بایزید بسطامی میگوید حضرت ابراهیم میگد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها تمنای داشتند، آرزوی داشتند. چه آرزو بود؟ خدایا ما را از آنی که پیغمبر ساختی از این دیده اگر امت محمد می ساختی، این برای ما فضل بود، این برای ما بهتر بود، زیرا که بر محمد تو بی‌نهایت لطفی به حد دادگی هستی. زیرا که محمد یکی از پیغمبرهای هست که در آخرت همه دامان حضرت بحر شفاعت می قپند. چون این پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چون این پیغمبر ما و شما البته امت هستیم. خداوند در قرآن تعریفش میکند و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، چی یک فعل خوب داری، چی یک کردار نغز داری، چی یک معامله حلیمانه داری. خداوند در قرآن رسول اکرم همچنان وصف میکند. من یک معامله نیکی او را بر شما وصف میکنیم، انشاءالله موضوع ما دیگر است. خدا خواسته باشد از مولودهای حضرت، خواه روز جمعه است خواه یکان روز دیگر است، انتخاب میکنیم. ما روزهای جمعه فقط یک ساعتی داریم که خودش ساعتی تبلیغ است، ساعتی هست که یعنی به گوش همه مردم حکم خدا پیغمبری را برسانیم. از این خاطر هر جایی که مولود شود در روز جمعه ما اشتراک کرده نمیتونیم، زیرا که جمعه در جمعه خودمان میمونیم. اگر کسی که مولود کنه از در مسجدهاشان روزهای شنبه یک شنبه اختیار کنند. روزهای جمعه خودش یک ساعتی است که خدای ساعت بهر ما آورده است. بازی را به مولود تبدیل بتیم، باز اگر جمعه به جمعه شیم مثل سال آینده میاییم دیگر هیچ کس را نمیابیم.
یک شخص به نام سمامه بود میگد، از قبیله یمامه به طرف مدینه آمدند. در دست میگد یک کارد داشتند. وقتی که وارد مدینه شدند با اون شخص حضرت عمر روبرو شد. از او پرسان کرد تو کی هستی؟ گفت من نفری هستم که دشمن محمد هستم و این کارده که در دست دارم بهر قتل همین محمد صلی الله علیه و سلم آماده کردگی هستم. عمر که طاقت شنیدن این سخنها نداشت، عمر شخصی بود که جان فدای پیغمبر ما و شما بود، دویم یار رسول اکرم بود. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری بر محمد ختم نمیشد، گفت رسول اکرم، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. اینقدر عدالت و اینقدر صدق بر اسلام داشت. حضرت میگه هر دو دست به دست شدند. حضرت عمر میگه لباسهای اون مشرک از بدن کشید، کارد او را از دستش گرفت و برده میگه در یک گوشه از مسجد مثل سگی را که بند میکنی همچنان بند کرد و نزد رسول اکرم برای خبر دادن رفت. پیغمبر خدا را گفت یک شخصی برای قتل تو آمده بود، ما او را دستگیر کردیم، این کارد که میبینی کارد همون شخص است و همان نفر در یکی از گوشه های مسجد بند کرده شده است. رسول اکرم از جای خود خیستند، آمدند داخل مسجد، دیدند که در اصل آن چیزی که عمر گفته بود همان است و جانب همون شخص نگاه کرد، گفت برای این کسی که دشمن من است طعام آماده کردیم؟ حضرت عمر در هیجان آمد، گفت رسول اکرم چی میگوی؟ طعام برای همین مشرک، همین شخصی که برای قتل تو آمده است، اینا باز ما طعام بتیم؟ رسول اکرم خطاب کرد از خانه من رفته شیر تازه بیاره. میگه حضرات دوان به خانه رسول اکرم رفتند، در یک ظرف شیر آوردند. رسول اکرم امر کرد دستهاش بکشاییم. دستهاش میگه کشاده کردند. ظرف در دستش داد، شیر یک جایه میگه همش نوشید. کارد در دستش داد، گفت به خانت برو. حضرت عمر گفت رسول اکرم چی میشود که گردن ای را من بزنم؟ رسول اکرم توجه به عمر نکرد و حضرت عمر میگه پیش از آنی که این شخص از پیش رسول اکرم دور شود، گفت بگو ای مشرک خدا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بگو کلمه طیبه را. لیکن این شخص میگه خودداری کرد، نگفت، رفت. یک چند قدم رفت میگه و پس گشت آمد نزد پیغمبر خدا، میگه بزانو زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. عمر در حیرت مان گفت ای شخص، گفت الحال من بر تو این کلمه طیبه را عرضه کردم، چرا نگفتی؟ و بعد چند قدم گشته آمدی باز گفتی؟ گفت اگر در اون صورت من کلمه را عرضه میکردم، هر آینه بر من میگفتید که از حساب آنی که ما اسیرش گرفتیم، از حساب آنی که در سیاست ما افتاد، یعنی از ترس جان ایمان آورد. من که آزاد شدم، همچون مستقل از پیش شما که دور شدم، گشته آمدم ایمان عرضه کردم برای رضاگی خدا و برای معامله خوبی که پیغمبر بر من کرد. بین چگونه یک پیغمبر حلیمی داشتیم. اسلام ما همچنان است. اسلام ما همچنان معامله بر دشمنهای خدا میکنه. موعظه‌ای که الحال داریم، این سوال و جواب هایی که در پیش من ایستادگی است، اینها را میخوام به سمع شما برسانم، زیرا که خیلی از حد زیاد شده است. باز چندین سوال ها در پیش ما منتظر جواب هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. یک نمود شپرک را اوراق میگویند و آن را آرد میکنند
آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل می شود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان می آید. یعنی از ما ارواحهای گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواحهای ما و شما خاندان ما و شما می آید. ارواحهای ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آید. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند. لیکن شما میتونین ارواحهای خودتان با قدر ضرورت خودتان از خیر احسان چکار کنین؟ خوشنود بسازین. با نمازها خوشنود بسازین. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارن. این هم یک مخلوقی خداست. فصلش میشود، پیدا میشوند، هر خانه داخل میشوند. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد و فکری همی اگر خیر احسان کرد، اینش هم خوب است.